سلام خاله جان. سلام علیکم. آرشان خوب. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. برو گیسه. شو بده. آخه کردش. خاله. برو گم مادر برو. بله ارادت من. خیلی خوشم. زنده باشی. با اجازه شما ببخشید. آماده بکنیم مشتری. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب آقای فرصتی. سلامت. زنده باشی ببخشید زنده باشی. خیلی خوش آمدید. سلام. شما خوب زیبا خسته نباشی. زنده باشی خسته نباشی. الوعده وفا. الوعده وفا آقای فرصتی. بودن که روز با ما این یه سری علم شو خانم تجلی هم باوردم که برای اون جایزه که بگونیم برای خیریه برای عروسان جایزه خواستیم تعیین بکنیم. بله. بالاخره شما تصمیم ما بگید. بله. خدا شما رو خیر بده. زنده باشید. اما اقساط 10 ماه داریم برای لوازم برقی که پیش پرداخت هم نیاز نره. نقدیش یا فرش و لوازم و خانگی هم اگه بخواید به صورت نقدی خرید بکنید 20% تخفیف شما رو تعلق میگیره. بله باشه. البته امرم یه کاری کنیم که بالاخره شما راضی ببینید. خدا شما از رو طرف بده. ما خیلی حمایت می‌کنیم. اصلا هر نوع تخفیف بداره ما انجام دید. اصلا اصل اول همین فروشگاه اصل مشتری مداری. خدا شما رو بده. اتفاقا ما خانم تجلی بگم شمی تعریف خیلی بگم که اصلا آقای فرصتی همیشه قلب مهربانی داره. یعنی اصلا برای بله مزه خیلی ببخشید. مثلا برای اجی چیزا اصلا دست در جا هستن دست بخیر. اصلا خیلی. اما در کار خیر پیش قدمی میشه. کار خیره. شما هم کمک بکنین که ان شاءالله این کار خیر به سرانجام برسونه. 100% در خدمت شما. خدا به شما سلامت بده. سلامت باشید. می برن زاک خوبی است مسای کارپار کنه الان. پسر خوبی است فقط این مقدار شیطنت در ایام عید همه سر شلوغ. یه خورده سفارش بکن به کار بیشتر بشه. بچه‌ش. من هم باید دیرتر بشه. بچه‌ش حتما من سفارش کنم بچه‌ش. فقط آقای فرصتی مزه خیلی ببخشید. این خانم عیسی و قبلا به نام ستاره خانم بود که ما آخه خدا بداره دادن. اون سری ما ببین یه سری فرشان انتخاب بکنیم وسایل نه اوزای بنوشته بود برگردون که اگه اون الان بگی باید ممنون مدد شما دارم. خب ما الان گم چه خدمت باید. زنده باشی. خانم فرست یه دقیقه تشریف ببرم اونجا. خب اما با اجازه شما. دست شما در نکنه زنده باشی. خیلی ممنون. تجلی. نه بیرون نام زود هم دیگه خیلی. خودتم دیگه خیلی. سلام. سلام برام ایسا خوبی صداری جان حالت خوب مامان جان دی جانی ببینم سلامت باشی. خب مادر تری ببینم. من گفته بودین من لیست کردم. باشه برام میسه دست در نکنه اونا دیگه داری دیگه نوشتی یارو. برنگ کجای برنگ ما. جان آقای پیرزاد فکر می‌کنم شو به یک هستن اینجا. فکر می‌کنی دیگه حواست باشه دیگه برام میسه بهش. حواست بیشتر جمع کن من برات ببینم. خب دست در نکن بفرما. دوست بنده است خانم تجلی. بفرمایید. ما چجوری جا بشیم آقا نمیخوام با ماشین جا میشیم اصلا مشکل نه بشینی اون اصلا تو خیلی راحت باشی ولش کن همه چی برداشتی آماده است شما دیدی مریم جان بالا میسر مطمئنی نخیبی اون من خوایم بشم بیتم ران پروژه ببینم جان ببینم که رشته ارزنی چی کنم بو عادت دوست رشته خیلی دوست داشتنیه دیگه هوای خودتون داشته باشین نهار یادت نره برای خودتون نریدین برای بچه‌ها غذا نخورید خب می اومدیم میرفتیم دیگه می‌خواستم بریم تا اونجا جوش بزنیم کنار رودخونه با هم خوش می‌گذره برنامه گذاشتیم می‌خوایم با بیتا بریم برنامه شما بری اشکال خب مگه مزاحمم بذار من مزاحم چیه اتفاقا برنگ داداشیمه بریم خوش می‌گذره نه آقا برنگ بیا بریم اونجا قشنگ یه جوجه درست کن قشنگ با هم بشینیم بخوریم کار داریم با حالا کار داریم بابا حالا شما راه بلدی بیا بریم با هم بریم نه من تنها میشم بریم من دلم براتون باز بریم آقا جان جلو بهشته جلو با خدا جلو پشتیشون خدا جون بفرمایید ببخشید خوش بگذاشته حواظ سر بکنی نزدیکم بیدینی داشتی کنی چه بوم بعد خدا بودی چه خیلی خوش گذشت خیلی عالی بود خیلی خوب بود آقا اسفند
بندیار خیلی خوب بود. با توجه به فرمایشی که شما توی راه برای ما کردین، ما میگم دیگه امشب قرار بخوابی، امشب شما بیاین تو و میلاد جان بیاین تو اتاق ما. بعد چه بهتر خیلی تو خودتون صحبت می‌کنید اونقدر می‌خندید دورم. حال می‌کنید و بهش اصلا این ببین ماسوله که دیگه کلاً دیگه تموم کرد و خیلی خوشگل بود. خیلی اصلا ببین شما اینجا آفتابو نمی‌بینید همش ابری. چرا نه بابا گاهی گله چیز آفتاب هست ولی خب بارون میشه. ماسوله نرفته بود حالا؟ نرفته بودم ولی خیلی خوب بود. آقا فردا دوباره میریم. یه جای دیگه برات. یه جای دیگه بریم. یه جای دیگه بریم. سلام خوبی؟ آره ما خوب. رفتی چند تا سیب گرفتیم برای امشب دور آتیش دیگه. تو تنهایی دارم میرم. دیگه رفتی خواب بعدن یه دوری زدیم اومدیم. مسئله چرا نمیودین آقا؟ دیگه نه ولی خیلی خوش گذشت. این سری داریم میریم دیگه حتما بیاین دیگه شما. امشب حتما به بیتاجون و برنجون هم بگی تشریف بیارن. شما میخواین آتیش بازی؟ آره دیگه همه با هم دور آتیشیم دیگه. آره میایم. شاد خودم بود. باشه آتیش می‌ذاریم. شمال و آتیش. وای منم اصلا کنار آتیش میشینم اصلا حس شاعرانه اصلا برنجون میخونه صدای داشت برنج اجازه بخون برای ما. الان یه خورده چون هنجرم داغ نیست آره نمیتونم. صاف کنید. نه نخون نه پس ما دیگه بریم بالا. چون میری بالا فقط زود بیاین که مراسم آتیش داشته باشیم. آره دیگه بریم. همه برسیم. من چی بکنم؟ کلاس دار پوشم آقا. میخوام بدونم پیشم میمونی حتی دستات چیز برنگ چی اصلا چوبا خورش مانوسن دوسیج های گلی خانه اتصالات اینی که بیرون آیه نه یاد روشن بابا یاد من گوری سرود مدرسه بودم یاد سرود بودم امسال بخونم چیزه میزنی اصلا زمین سر لغات نزنی هوا جرا گردی نه بابا شهر سوادگر دادخت نیاوردم آیا گوی آره شما چی خور هیچ چی سلامتی تو عجل بزرگ چه دیگه ایت کی عشان که ایسه نه عشان حوصله من نرم تو نمبر منسانی یا نه خسته باشم از دست عشان بطر اصلا 2 روز ایستاد انگار که 2 سال ایستاده ما فکر کنیم این جهان برم ترا خوش آید تو نه روشن بابا اصلا 1 درصد نتونم تحمل کنم تقصیر هم با تیماره جان آقا سلام علیکم من میرم بیرون یه چند تا وسیله دیگه بگیرم بعد دوباره برگردم بگی بیا برای آتش بازی اینا آره دیگه خب باش برو تو نداری میری آره دیگه خب بس برو دیگه خب آره خیلی مخلصیم قربان تو بوش زود ابچ اصلا کش اصلا روشن بابا من نانم چرا آدم اینگاه که من کار کنم من خوره نتونم حوصله نرم اصلا 2-3 من اصلا نتونم بدون من ده آدم آقا تفلون نچست چی با کدان اشین امره من میره تو با سما تیمارم خوری هیچ نخو اشین نگویه ای بیشین چی با بگونی چی رو تقدیم معلوم نی منم که اصلا خوش نه بخوام 2 کلمه از سلام خوبه سلام داریم میریم مگه شما نه من دارم میرم آبربانک این وقت شب از کی اجازه گرفتی داریم این آبربانک اجازه که مثلا ما وقت شب اجازه ایسته چون خانه من برای یکی از دوستان میخوام کارت به کارت کنم مشکل پیش اومده الان میخوام برم خودم این کارو انجام بدم نه بابا این درازی رو میخوای بریم من برای تو اینجا کارت نه شما چرا نه بابا چه میمونه من چه بابا پول هست داخل نه واقعا نه پول هست چرا مزاحم شما هیچ میشم من مزاحمی خودم میرم نیست این کارو انجام بدم مبلغش بالاست چقدر مگه 800 تومان 800,000 تومان بله میگم که مزاحم شما نمیشم من خودم میرم نه بابا چه مزاحمتی بفرمایید شما کارت بگی الان بعد میگیرم از میلاد میگیرم آره بگو شما کارت بگو من کار اولیش انجام بدم میگیرم ما یادشو الان اصلا گوش و حواس ندارم وقتی که اومدم اینجا اینقدر حال هوا خوبه مثلا با برم بالا گوشیمو بیارم گوشی جا گذاشتم بری من اینجا هستم بری با اجازت دیر نکنینا تو عقل نداری مگری چرا چی عقل نداری پرویه سر طوله به چون بان کردن فتح جاغری ما از خودم نه میت خوش که خالی تعارف کردم شما خوشین رو کی سیاده تو خیلی فکری نقول به رسم مهمان نوازیه چی بگم مهمان میسیدم من کشکندره وشان پرویان ام پولو چه خیلی فکریش نگری ام تو یا پولتی یک با هوگری عقل نداری مگه تو بسر ما فکر تو عقل پیدا بکنیشه فندقی تعارف کردم دی نتنه ولا فندق فندیه شنه اگه فدی بگو بخور بگرده نه میلاد چه فکرم جو قاچنی سال شده
الو آزرم داداش ایده 8 دگو میسار میان نه الان خیلی دیگه گیرم جان تیمار یه الان مورد دگو موقع فیلم فادن ده الان متوزر ما زرب جان گیرم سری آقا بهرنگ بازم میگم مزاحمشون نه بابا این چه حرفی شما میزنید فقط آقا شماره کارتو این رمز دوم یه خورده دردر میاد شما حالا تا اینا رو انجام بدم یاد نداره چی پنوز نیومد رمز دوم سلام بجا فرسی من دیگه رفتم دوباره اومدم خریدا انجام دادم ریخ من برم بالا که بریم دور آتیش دیگه خب باشه برو خداحافظ فعلا خداحافظ خب این شماره کارتو بگو 58 94 63 زده ما تاخیر زد دست شما رمز دوم خیلی بزن مزاحمتون تراکنش با موافقه نه با این چربیه بدم میگیرم دیگه الان مداد فادر پول است لطف بیان دیگه شما فادر نکنین دیگه کردید این سوال داشتم شما چه آهنگایی دوست دارید مثلا اگه بخوام اونجا بخونم سنتی باشه پاپ باشه چی باشه خب من سنتی خب خیلی دوست دارم گیلکی باشه اینطوری مثلا گیلکی هم آره یه سری چون من اصلا چهچه که میزنم حتی خود بلبلا وای میسرم یه سری خواننده های گیلانی هستن که واقعا محشر آره میخونم همه ترکانی هر آهنگی داره قصیده یادش کنیم میخونم یه جوکی دیگه بهتون تعریف کنم یه روز یه چوپان با گوسفنداش لج میکنه گوسفندا رو میبره چمن مصنوعی چمن مصنوعی گوسفند شما آدمو از خنده میکشونی من که کشونده شدم اگر بدون این آقا بهرنگ ما چقدر هنر داره از هر انگشتش یه هنر تو ماسوله اونقدر به ما خوش گذشت آقا یه دونه از اون آهنگا رو برای ما بخونی یه دونه بخون خواهش میکنم یه دونه دخترم گوش کن بخونم دیگه بخون چون شما میگه دیگه میخوام بخونم اون آتیش خیلی خوش میگذره میخوام بمونی پیشم میمونی برنج جان یه خورده شادش کن یه خورده از اون شاده دور آتیشی شب خوبیه چون من همه ریتما رو چون بلدم الان برای شما شاده میخورم میگه که تو با تموم قلب من نیومده یکی شدی وقت کشتن اومدی دوباره هم زبون شدی بیا به قلب آش مواظب باش اگه میشه اون آهنگ تو ماسوله خوندی اونو بخون تو خیلی خوب بخونین که شب به این خوبی که داریم قشنگ بهمون کفه شده دیگه این شده میگه که بنفش گل بو گفتی که فصل بهار آیم تیبر با خنده از یاد ببردی دو بگم خیلی خوب بود خیلی خوب اوجی شد چون ما گام بالا شروع کردن از لحظه موسیقایی خیلی خوب بود به نظر من شما میتونید خواننده هم بشین من که خوشم اومد آره بابا این آهنگ آخرت خیلی خوب لا نه واقعا جدی میگم آره شما یه ذره تمرین کنید خیلی خوبه اصلا ما هر جا خوندم گفتن برنج اونقدر ما با هم همچین شبایی داشته باشیم اونقدر دور هم باشیم به کمک تو هم نیاز داریم آقا من هستم اصلا تا هر وقت شما بخوایم ما شب تا ساعت تا صبح اینجا آتیش روشن سیب زمینی فقط بیاریم بخوریم همینجا دور هم باشیم سیب زمینی چرا درست نمیشه این چون یه خورده آتشش با خودش زیاد کنه الان درست برنج جان برو نمک رو بیار این سیب زمینی رو می‌خوایم بخوریم خالی نمیشه فقط اصلا ما کاری هم که نداریم آقا هستیم دیگه اینجا اما توشکو خوردی زنی من نداری اما تو بگوندی خانم ات چند گونت که انا تو اول فکری با انا درشته بگونی گودو بگونی اول کنی اوجا نمیده سلام شما بخیر باشید نخفتی بلا ایسا اوجی اوقات بودم نخفتی جان نه چون چه کار داشتیم الان خصوصم تو گوش نبوده جان گوش نیده نه گوش نیده سر شما خواستیم که لادوشه دیدی لادوشه چه خیلی اون شهر ما بادم فدام شغل نه جنگو اوی خوشن لابچی داده میو تغییر خاصی وقتی که ما خوب بزنید تا باش کنم چی خیلی بکنی لابچشو میمان دارم آقا کی میمان کیسه من چیز جان آقایان بگفته ما باید میو تاوسی اسفندیار رو بانی پس باید یه بغوزه بودم باید های بغوزی چون اوی کوچیکو تا خیلی خمیازو بغوشید مثلا انی دست کنیم بچه بگم ما چه کاریه باید اتاق تک اورنه الان اون اتاق پس ورده ان اتاق پسری ورده های امر بیرون برده تاوان تلاوار
نه بابا دیلش نمی‌ساده بود میشه باشه بشو منایم باشه شوان نوه شکوفه خانم شوان نوه تی ننه نصیحت تر یاد ده همیشه گفتی که مهمان وقتی تی خانه جبامویه ای روز بسه بخواه سلطان 2 روز بسه بخواه مهمان 3 روز بسه بخواه دربان اصلا آدمای مهاجم میسه همه رو طلب نده خیلی خوب 2 روز خیلی بسه باشه از مهاجم باشه نه بابا یاد آورم خیلی خوب بایسی ببین بخوابیم بیا بریم بخوابیم چه بریم؟ بایسی ببین بخوابیم خب ببینیم بخوابیم دیگه آقا اسفندیار من میگم عیب نیست شما بریم اونجا بخوابیم چی؟ خودشون خواستن از ما حالا اونا یه تارپی کردن تو باید با پول پوچون بدی ول کن دیگه اینجوری جامونم باز میشه بذار برن خب بذار بریم دیگه دیشب تا صبح گردن من در گرفت نتونستم تو چی که مادر جان بشه من نه خورپاف نکنه نه من خورپاف بکنم دیشب خیلی خورپاف کردی خسته بودم راه دیشب خسته بود امشب خسته نیست تا صبح بگم میخندم تا صبح دخترم کلو پشتیم تا صبح اینقدر بگیم بخندیم که امشب بشید تا پرداش باش خدا بزرگ شما راحت بخوابید باش سلام بیام تو ببخشید آقا بهرنگ مزاحم که نشدی اصلا دیگه هرگز این حرفو نزن اشکال نداره که اینجا نه آقا چون دیگه تو میگی میخوام راحت بدی کارت راحت من آدم مقیدی هستم شما مقدمی نزن این اگه مزاحمی ما بریم اصلا اتاق این حرفو خودمون دیگه هرگز نزاوج کنید فقط شما اگه با این لباس راحت نیستید من شلوار راحتی بابام یا خودم اگه جسارتا لباس آوردم میتونم عوض کنم شما اونجا عوض کنید پس لباسم عوض کنید ما رومونو میگین ما رو تو بقیه دارید الان تیپی رو تو اینجا فرق نمیکنه عوض کردی واسه بام برنج خاموش کن چراغو بیا بخواب آره بیا برنج وای خسته آقا چیزی نمیخوای آقا بیارم دست شما در نکنه همه چی صرف شد بسیار عالی واقعا از لحظات زندگی باید استفاده کرد همین لحظه هم برای آدم یه خاطره ای میشه گفتم خاطره یه جوک بگم بخندیم این خاطره بشه دیگه امشب این جوک خیلی بالا یه روز یه آقایی میره مسافرخونه خیلی خسته بوده چنان خوابش سنگین میشه تختش میشکنه خیلی خرابه ولی اینجا چون خوابن یه خورده بلند نمیتونیم اون طرف درم باشه خوابیدم حالا شما یه جوک گفتین خاطره بشه من یه جوک بلدم بگم بفرما بگو فقط یه خورده آروم خوابیدن باشه دست شما این که یه روزی 2 تا فلش فیلم میزنیم فلش فیلم پر میکنیم فلش میرن رستوران 6 گیگ سفارش میدن ولی خنده فلش چند گیگ بود اولیه 6 گیگ خب بله میره رستوران 6 گیگ اون کی فلش چند گیگ بود اون کی 32 گیگ بود خب این چه رفتی داشت برای استفاده فلش میره رستوران نه جوکه ببین نگاه کن پسرم آقا بهرنگ منطقی باش وقتی یه آدم میره مسافرخونه ممکنه بره مسافرخونه آدم منطقیه خواب سنگین منطقیه جای خندش اینجاست که خواب سنگین تخت میشکنه تختم میشکنه آقا کی فلش رفته تا رستوران نه دیگه جوکه آقا جوکه درست جوک درست بگی شما من اشتباه کردم اصلا یه جوکی بهم تعریف کردم کسی نخرید من نمیدونم چرا این جوکا رو تعریف نکن من همون از حالا که شما جوک گفتین برنگ گفت دیگه باسی هم گفت حالا بذارید من یه جوک بگم خب خواب میشه نگم شرایط میگه نگو راحت هستی آقا اسفندی جایی نه عالی چرا خوبه آره باسی برنگ جا شب بخیر شب بخیر من دوران مدرسه خیلی تئاتر اینا بازی می‌کردم مدیر ما میگفت پسر تو چهره اصلا برای عقاب خیلی حالا شما تو دوربین اگه بازی کنید یا شما تو آخه این بچه یک سره تو بچه چی آخه من چی بگم آخه صدا کنم ایزا یک سره تو چی آخه من بگم یه ایزا کم بوی
واقعا نشه تو رو خدا نمیدونم من نشه خوبه؟ سلام داریم میریم مگه شما؟ نه من دارم میرم آبربانک. این وقتشو از کی اجازه گرفتی داری میری آبربانک؟ اجازه؟ نه میرم گفتم این وقتشو آدم اجازه داره بره آبربانک. من برای یکی از دوستان میخوام. چی میگی و چقدر هست میگه بگو بابا. مبلغ بالاست 800 تومن. 800 تومن؟ بله. باهوش ایستی اونو نگو نه نگو اول رسول بده ساقای گوشی داره. چی دستان بندی شب تعامل بگو دیدی. خیلی سخت بود. اصلا دیشب من شوکی که بوده این خانواده. موقع چی واسه؟ همان لباس نشتی چون یهو بوم. لباس قرار بوم بوده. انده خوش فاده. میفهمم اون نمایشگاه شو بودی ایت لباس شیربچه داشتیم. شیربچه؟ اینا نه مثلا لباس نبود دیگه. قبل از کارش کار نداره. دست شما در نکنه آقا برنگ دیشب با ما شمیرم مزاحم واسه واقعا شما نیست. باشه 3 2 1 ادامه 3 2 1 جلو نرو 3 2 1 زیاد نرو 1 بازی بازی بخورم خوب میشه. این لیوا آب بخورم خوب میشه. واسه یه نظرم دستم بشه. دیل صاف کن دنیا قشنگه تبد بیرون غمه کی وقت تنگه بگیر دست اونی که بیقراره خیده قلبی نبه باز پاره پاره بگیر مهر خدای تا بمانی نکن تی دیلت با مهربانی نکن تی دیلت با مهربانی بگیر مهر خدای تا بمانی نکن تی دیلت با مهربانی با مهربانی با مهربانی بیا خنده بکن هیچ غم نمانه بدن نمانه وگرده دل خوشی باز تر دخانه تو بسی زندگی امر بسازی نباید کی تره هرگز ببازی تو بسی زندگی امر بسازی نباید کی تره هرگز ببازی بگیم خدای تا بمانی نکن تی دیله با مهربانی